اصلا زرتشت کی بود؟ این خانوادهشه، این شناسنامه خانوادگیشه. ببینیم که زرتشت کی بود. یک عده به زرتشت میگویند پیامبر یا پیغمبر. ببینیم واقعا او پیامبر بوده یا نیست. معمولا زمانی که ما در تاریخ تمدن‌ها و به ویژه در تاریخ باورها پژوهش می‌کنیم، می‌بینیم که ادیان سامی، یعنی یهودی، مسیحی و اسلام، از 124,000 پیامبر یا پیغمبر گفتگو کردند. این 124,000 پیغمبر، ببینیم اینا کیا هستند؟ و این تنها می‌بینیم که در ویژه فرهنگ سامی هست. در فرهنگ آریایی و بیرون از فرهنگ سامی ما پیغمبری نمی‌شناسیم. پیامبران فرهنگ سامی از حضرت آدم آغاز میشه و تا محمد، حضرت محمد هم پایان میپذیره. حالا میبینیم که یک پژوهش عمیق‌تری که میکنیم، میبینیم که این پیامبران یا این پیغمبران همگی در مسافتی میان یمن امروز، بخشی از عربستان سعودی، بخشی از عراق، بخشی از اردن و سوریه و تا فلسطین اینها زندگی کردند. یعنی 124,000 پیغمبر تنها از بخشی میان یمن تا فلسطین به وجود اومدن. وقتی نگاه میکنیم که آیا در هند به نگاه میکنیم، میبینیم اثری از پیغمبر در هند نمیبینیم، نه در چین اثری از پیغمبر نمیبینیم، آسیای مرکزی اثری نمیبینیم، در قاره اروپا میبینیم هیچ پیغمبری در این قاره ظهور نکرده. میریم به آمریکا، میریم به استرالیا، میریم هیچ پیغمبری از این کشورها ظهور نکرده. قاره آفریقا میریم هیچ پیغمبری نیست. کل 124,000 پیغمبر در اون محل خاورمیانه عربی، میان یمن تا فلسطین هستند. بنابراین در فرهنگ آریایی ما هیچ پیغمبری رو نمی‌شناسیم، کسی که به خودش گفته باشه پیغمبر. این پیامبران با خدای خودشون که یا الله میگفتند یا یهوه میگفتند، به یکی از شاخه‌های زبان سامی گفتگو کردند. یعنی به شاخه‌های زبان آرامی، سریانی، نباتی، عبری و عربی. با این زبان فقط با خدای خودشون گفتگو کردند. هیچ زبان آریایی نیست که اون خدا فهمیده باشه و بفهمه. بنابراین این یک نکته است. نکته دوم اینه که زمانی که ما از پیغمبر یا پیامبر گفتگو میکنیم، پیامبر یعنی پیام آور، یعنی کسی است که پیامی را از جایی به جای دیگه بیاره، از کسی به کسی دیگری بیاره. این فقط ویژه فرهنگ سامی میتونه باشه، چون این زمانی که خدا از آفریده‌هاش جدا هست، که در آیین‌ها، دین‌های سامی میگن بندگان، وقتی که خدا از بندگان خودش جدا هست، نیاز داره به یک نفری که بفرسته و پیامش خودشه به این بندگان برسونه. در آیین زرتشت که در ایران هست، که یک فرهنگ آریایی در اونجا هست، همچی چیزی نیازی نیست به همچین چیزی. به همچین پیامبری که یک پیامی را از جایی به جای دیگه بیاره، یعنی از خدا به آفریده هاش بیاره، نیازی نیست. چون که زرتشت میگه خدا از هستی خودش هر چی که هست آفرید و در هر چی که هست او هم هست. خدا از هستی خودش هر چی که هست آفرید و در هر چی که هست او هم هست. بنابراین این جدایی وجود نداره، جدایی میان خدا و آفریده هاش که کل جهان هستی باشه وجود نداره، چون خدا در هر کدوم از ما هست و ما در اون هستیم، ما در هم پیوند زده شدیم. در این صورت گفتن
پیامبر یا پیغمبر به زرتشت کاملا بیجاست و اصلا نشون میده که اون شخصی که میگه پیغمبر به زرتشت فرهنگ زرتشت نشناخته و نمیدونه که میان خدای زرتشت یعنی اهورامزدا و آفریده هاش جدایی وجود نداره که نیاز داشته باشه به یک پیغمبری بیاد.